هم کنسرت ها خواب داشته باشین بخیر در آینده. انشالله که چرا نه قسم گفتیم بخیر اینا چندین کنسرت هم است که طرف امریکا پوست میشه اول بعد از او با آخرای جولای اگر گفتیم 100% نیست اگر برنامه وقت یاری کرد طرف جرمنی انشالله که خواهد آمدم و بعد از او بخیر چندین کنسرت دیگر طرف اروپا می داشته باشم و در آینده نزدیک دمی لابلا طرف افغانستان هم بخیر روانه هستیم که می آهنگ یونیتی آهنگ میهنی را بخیر دوجه فکر میکنم زیادتر قشنگ است که دوجه همون ویدیوی پرودکشن چی میگد فیلموری کل چیزایی چه که دوجه شد و با آهنگ میهنی بازم در میهن خود ما شما باید ثبت شد راست میگم چون که دوست عزیز شما آهنگ نشنیدین تا ولی آهنگ جدید است و از طریق تلویزیون ها وقتی که بخیر ثبت شد شما دفعه اول دیده با شما میفهمین که آهنگ چقدر سر زحمت کشیده شده و چقدر سرجان سرش به خوبی را خوانده و به کدام زبانایی را خوانده. اینا زبان پشتو، دری، ازبکی، نورستانی، زبان ایندی که اهل اونود که میگم همون ایندیای افغانستان سر از اونماست گپ اونا اصلا خود و ایندی نمیگن افغان میگن و فقط افغان هم هستن چون از پدرکلانا و نیاکانشان اونموجه و تولد شدن بودن دیگه با او اساس اما قسمتی که میگه جهرامجی یا سردارجی او بسیار کیف دیگه داره که میگه باش که میرو خیلی یک زمزمه امیر زمزمه کنه وطن گفتم بهاران یاد مامد صفای کابلستان یاد مامد طلوع بامداد شهر ایران غروب جوز و جانان یاد مامد غروب جوز و جانان یاد مامد باز قسمت دیگه است که کورس جوانا و دخترها بچه ها قسمتی که میگه های بابایم ای کشور زیبایم او را به شکل کورسی کلگی اجرا کردن و باز بعد از این قسمتش رو کورسی شویش که میگه که میگه میهن بابایم کشور زیبایم باز بعد از میگه جयराम जी जयराम जी जयराम जी जयराम जी चारे कारी कंदारी काबुल वाली जयराम जी सरदार जी सरदार जी सरदार जी सरदार जी चारे कारी कंदारी काबुल वाली सरदार जी गजनी वाली गर्दीजी खुस्ती वाली सरदार जी यानी सलाम एहतराम और जिंदाबाद ग्रीटिंग जनाब یعنی همین مردمایی که از این قسمت‌هایی که نام گرفتم همشان زنده باشن و همین آهنگ باور کنین که احساس مرزیاتر احساس خودمون نشان میده به این که ما باید که یک جا باشیم از هر قسمت و هر گوشه و کنار افغانستان که هستیم باید متحد باشیم با هم باشیم. ما بسیار اذیت میشیم وقتی که مردم میگه در این کشتوی آزاره پروژکت خصوصا اگر به شیوه خوبش که آدم نام بگیره درست چی کنه این خوب گفتم خواست خداوند بوده که امی دایورسیتی میگن به اصطلاح انگلیسی امی تفاوت ها که هست خواست خداوند بوده که هست پس از دایورسیتی به شیوه خوب مثبت همش ما باید استفاده کنیم نه که مثلا یکی دیگه او والا من بهتر از این و بهتر از این از این خاطر است که روز ما اول خراب چی شده بوده افغانستان بیچاره ولی بعد از این خصوصا طبقه جوان باید که متوجه از این نکات شود و متحد شویم که افغانستان بیچاره دیگه بعد از این زجر نکشه. بسیار واقعا من دلم برای مردمای ناتوان مردمای بیچاره زیاد میسوزه و همین آهنگ احساس ما را نشان میده و بخیر خوبی قسمت که گفتیم باز ویدیوش بخیر کار بیشتر نشون. بله بسیار آهنگ قشنگ آمد و درد دل شما ماسته که در دل کل افغانای ماست که افغانستان عزیز و خود سیاه جان نه تنها می آهنگای بسیار مقبول میخوان خودشان بسیار یک انسان یک شخصیت خوب است یک نفر مهربان است دوست عزیز به این باور کنید که از امروز اول تلویزیون پیام افغان اینا بسیار سپورت کردن که آیا شما یادتان میاد که دفعه اول و بار اول شما کدام آهنگ اول چند سالگی خوانده؟ واو سوالای سخت میکنین نه خود جالب است برای ما بیننده شما بیننده شما فکر میکنم همین آهنگ فکر میکنم صنف اول بودم یا دو اشتباه نکنم اصلا از اون زمان صنف اول مکتب؟ بله در مکتب در افغانستان
در محمود اوتکی میرفتم. کسایی که محمود اوتکی رفتن میفهمن که کجا را یاد میکنیم. به هر حال آهنگ بسیار قشنگ ایرانی بود که او را باز ما در یه آخرام که میخوانم، در یه آخرانی از اون سالایی که باز ما با هنر موسیقی پروفشنالی شروع کردم، او یک سلسله باز چیز تغییرات ها ما آوردیم. زیادتر حالا شیر شکر شده، افغانی و ایرانی مکس است. اما که میگه چیستا وویلا لیلی دوستت دارم خیلی، وویلا لیلی دوستت دارم خیلی، تو لیلی من مجنون، تو شادی من پرخون، تو لیلی من مجنون، تو شادی من پرخون. مبادا روزی مال کسی باشی، مبادا شبی در هوسی باشی، وویلا لیلی دوستت دارم خیلی، وویلا لیلی. اینی آهنگ است که ایره زمزمه کرده بودم، این حالا بیان اومد. و دختر چارکاری چه مقبول خوش زبانی، دختر چارکاری چه گل مهربانی، که منم پای بندت میشینم تا بیای، که منم پای بندت میشینم تا بیای، گلم باز بیا، حالا گلم باز بیا. این رقم یک سلسله تغییرات داشتیم. شما آهنگا رو میخوانین لایف، حالا شما قرضدار ما شده نگفتین چه قصه؟ ما دیگه ما و بیننده حتما میخوایم که شما به پروگرام ما لایف همراه موسیقی بیایید. ما گفتم والا مسئولیتم کم شد، مسئولیت بیشتر شده میره. خواهش شما مقبول زیبا میکنیم که باید لایف هم دیگه یک دفعه بخیر. انشالله که چرا نه وقت یاری کنه، انشالله که حتما ما افتخارم خواهد بود. چون که فعلا سیر جان از بسیار رای دور خاص به پروگرام دنیای جوانان تشریف آوردن که ما واقعا بسیار با اجازه خود شما تلفن را آغاز کنیم. چرا نه بفرمایید. پروگرام دنیای جوانان شما سر خط هستین، بفرمایید. تشکر زنده باشین. سلام بر میمان عزیز و نازنین شما سحر جان عزیزی که راستی واقعا عزیز است، عزیز مردم است. باعثه که بسیار یک هنرمند جوان، هنرمند بسیار خوب و بسیار یک شخصیت برجسته و شخصیت با احترام و با عزت است که راستی ما در بین هنرمندای جوان کمتر میبینم این چیزا را. یعنی راستی واقعا بچه بسیار با اخلاق و با تربیت، با تمکین، از هر نگاه که صفتش کنیم زبان لیسا برش نمیگه. برسنا جان خان که دختر تک راستی کل افغانا افتخار میکنیم شرازی که بسیار کلچر پرست، افغان پرست، ملک پرست و یک با دین دختر پاک که همیشه جوانان را تشویق کردن و میکنن. و سیار جان بسیار زیاد تشکر راستی برادر محترم که در بین جوانایی که میبینیم تا کم جوانات راستی تو آواز مقبول و زیبایی دارن. آواز شما راستی بسیار زیباست و زحمت میکشین در کارایتان و همین نشان میده که شما علاقه داریم به موسیقی و نمیخواین که به اسلام دفتن ارشیسته و غرور هنری ندارین. مثل که احمد ظاهر جان گفته بود که غرور هنری باعث شکست هنری است و یعنی باعث موفقیت های آینده شما زیادتر میشه و همیشه شما را موفق میخوایم. مال خانه دیر سلامونه دیگران میلمه ورور تا سیار جان تا هم بلنده که دیر زوان و میربان و خپل طبیعت هم دخکاری او بس تاسو ډېر ښه پروګرام ده. همدا اوس تقریبا یو ساعت مخکې له کار نه راغلم. سړی ستومانه جان کام که مورایتان دیوار شوخی کردم فرق نمیکنه. ما افغان هستیم، افتخار میکنیم به وجود افغان های خود در گوشه دنیا که هستن. از خداوند کامیابی تا نمیخوایم. بسیار خوشحال هستم که سیار جان عزیزی را شما به برنامه‌تان دعوت کردین و بسیار آهنگایشان هست، آوازشان را بسیار خوش دارم و یک سوال داشتم از سیار جان عزیزی بفرمایید. و میخواستم پرسان کنم که اگر امکان داشته باشه از بیوگرافی خود کمی به ما توضیح دادن و از زندگی شخصی خود به ما کمی بگویند که اینا ازدواج کردن، مجدد هستن و بر علاوه که اینا خواننده هستن چی کارهای دیگری انجام میدن و چی مسئولیت دیگری دارن